همه شما رو به نشست مطبوعاتی خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری ترکستان باید بیان بست فعالیت در سال 2025 مطابق امر پرزیدنت جمهوری ترکستان از 4 مارس سال 2025 و در اساس نقشه تصدیق‌نامه دستور اجرایی پرزیدنت جمهوری ترکستان از 12 دکتر سال 2025 خیرم هم نام می‌گیرم. همه آن گروهایی که باید در نقشه عمل استراتژی ملی علاقه برای سال 2040 تهیه و تطبیق گردند در نقشه عمل تا 2030 علاقه آماده گردند که از 83 بند عبارت است و پس از پیشنهاد ما و پس از قبول آن از جانب حکومت جمهوری ترکستان مورد عمل قرار میگیرد و امیدوار هستیم که آن نیت و نتیجه هایی که ما انتظاری داریم جهت بلند برداشتن سطح صفتی علاقه عموما علاقه در جمهوری چون استراتژی فراگیر همه سمت‌های سوهای علاقه میباشد از جمله علاقه ثابت، علاقه موبیلی، علاقه برق در مجموع و علاقه پشتنی نیست. خدمت رسانی با دسته‌های در بین اپراتورین علاقه موبیلی ما علاقه معیارها را قبول نموده و شرکت موبیل علاقه دستور داده شده است و طبق سازش‌نامه‌ای که ما با هر یک شرکت موبیلی در سال روان به امضا رساندیم سال 2027 باید 100% فراگیری چارجی تمام جمهوری با نظرداشت راه‌های اتومبیلگر باید تامین کرده شود. محترم رئیس، یک سوال. آخرین سوال газета مردمی استر شما از کدام شرکت موبیلی استفاده می‌برید و با سرعت چند؟ خدا بله. تشکر زیاد. سوال باید شخصی و خوب من از شرکت تاجیک تلکام اپراتور ملی و پروایدر ملی در جای کار و در خانه هم استفاده می‌برم و بیشتر از شرکت واگیدون از طریق تلفنی موبیلی هم استفاده می‌برم. یعنی که نظارتی شرکت‌های موبیلی را اوید رسیدگی بین آنها و عفو شکایت‌های مشتریان نظارت می‌برد. این سوال است که طریق مرکزی تماس خدمات علاقه وارد می‌گردد و بعدا هر یک شرکت موبیلی موظف کرده شده است که مرکزی تماس خود را جهت بررسی هر دو شرکت شهروندان راه اندازی نماید. این کارها علاقه هست از جانب ریاست نظارت در ساحه علاقه خدمات علاقه هر هفته این شرکت رو بررسی می‌گردند و غیر از این ما همه روزه از شرکت را سامانه‌های اجتماعی پیگیری می‌نماییم و آنها را برای کاربری و شرکت موبیلی ارسال می‌نماییم و مکانیزم خود بررسی شکایت‌ها از جانب خدمات نیز تهیه کرده است و برای شرکت‌ها هر یکی آن مدت معین دارد. یعنی بعضی شکایت‌هایی هست که در اونجا هست که ایستگاه بزوی باید به نظر بیاد، یعنی از آغاز کارهای لایحه‌ای بعدا باز کارهای ساختمانی فرمایش تجهیزات در خارج کشور اینا هر یک وقتی معین ندارند که در بعضی شکایت‌ها یک ماه می‌شود، بعضی شکایت‌هایی که اصولاً ساده‌تر هستند از خود یک بازه یا که از تلفن موبیل وابستگی دارند این در جایش حل کرده می‌شود. با همین مقصد ما مهلت بررسی شکایت‌ها را از 3 تا 2 ماه تقسیمات کرده ایم که چی نمود شکایت باید قاعدت اجرا گردد. ما نمیگیم ما نمیتوانیم کردن، ما باید حالت اجرایش رو معین کرده ایم با وقت و ساعتش که باید اجرا گردد. کدام ناحیه‌ها یا منطقه‌هایی هستند که تا امروز نصب کرده نشدند؟ ما توی سال 2025 توانستیم که اولین ایستگاه‌های بزرگی کامپیوتر در حالتی استفاده عمومی به استفاده داده باشیم و امروز از جانب شرکت‌های موبیلی 84 عدد شما کرده گذاشته در حدود شهر دوشنبه، شهر باغ، شهر خوزگان، شهر فاروق و شهر راغون در علاقه با فعالیت شروع کردن. نشاندادهایی که ما امروز دسترس میکنیم خوب هستند، یعنی نسبت به نسل‌های قبلی 4G و 3G
بهتر نشان‌ده‌های خوب دارند و از حال معیاری سرباری آن پر نشده است. ولی مشکلات دیگری که هست امروز نه همه تلفن‌های موبیلی که امروز در دست شهروندان هستند استاندارد 5G رو قبول کرده می‌توانند و دسترسی به آن دارند و آن شهروندانی که امروز تلفن‌های موبیلی دارای استاندارد 5G می‌باشند و پورگی خوب استفاده برده ایستادند و وابسته به رشد آینده آن در جمهوری تاجیکستان طبق خیلی که شما معلومات دارید در دایره فورم بین‌المللی دوشنبه 14 اکتبر سال 2025 با شرکت‌های موبیلی و کنسورسیومی رشد شبکه 5G در جمهوری تاجیکستان رو قبول کردیم که این هم در دایره اعلام گردیدن سال‌های 2025-2030 سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا در دوره امان محض همین سال‌ها ما تا سال 2030 نیاز داریم که تمام شرکت‌های موبیلی با نسل پنجمی استانداردی علاقه موبیلی تمام جمهوری را فراگیر باشند. نقشه کلی علاقه به امضا رسانیدیم. امر صادر خدمات علاقه با تقسیمات نهایی و نهایی پورا آماده گردیده است و تصدیق گردیده است و این سال طبق نقشه ما باید 15 احوالی با استاندارد 5G فرا گرفته شود و تا سال 2030 100% تمام حدود جمهوری و اهالی جمهوری باید با علاقه 5G تامین شود. تشکر زیاد. سابق برادران همکار خود رو می‌بینم که خیلی خرسند هستم و مبارکباد می‌گویم و برای کامیابی بر کارهای شما تمنا دارم. رادیو صدای دوشنبه که یکی از رادیوهای سرشنونده هست و شنوندگان از داخل و حتی از خارج کشور نیز با ما در تماس می‌شوند و شکایت شنوندگان و استفاده برندگانی که علاقه‌های موبیلی ارزان است که هنگام قطع گردیدن نیروی برق مخصوصا در شهر ترسونزاده در ناحیه‌های بلندکوه ولایت ختلان علاقه چون برق قطع گردید علاقه هم همزمان قطع می‌گردد و اینجا که مسئولین از شرکت‌های موبیلی حضور دارند می‌خواستم از آنها بپرسم که آیا در این سمت چه تصمیم می‌گیرند مسئولین شرکت‌های موبیلی مخصوصا در شهر ترسونزاده شنوندگان ما میگن که آنها از تیسل استفاده میکنن و در ولایت ختلان از دیگر شرکت‌های موبیلی. سوال شما درست است. در بسیار نوع‌ها مشکلات‌های سری وقت گریان کردنی این جنراتورها وجود دارد. در ترسونزاده ما بسیار می‌خواستیم که با شبکه‌های برق یک نقشه صحیح داشته باشیم چون شما ممکن در هر مورد شرکت ایندیگو یکی از شبکه‌های کلانترین موبیلی هست و برای تامین سوزشواری در تمام قلمرو جمهوری این گویم یک تشکیلات لوجستیکی به‌حد بزرگ لازم است. از این روز مثال در بعضی جاهایی که ما شرایط هم سوزشواری داریم هم تامین کردن سوزشواری داریم یا یک نقشه صحیح باشد که ما بفهمیم که مثال یا شرایط باشد که یا که برای مقایسه گفتنی هستم که شرکت تیسل اگر تمام شبکه شرکت تیسل 33 مگاوات یا 35 مگاوات برق استفاده میکنند. برای مقایسه تا سال 2024 استفاده برق در تمام قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان 42 مگاوات بود. برای 33 مگاوات برقی که شرکت تیسل فقط برای استفاده بعض تامین باید کرد این یک قریب به حساب 3 تگسی خودی باید 24 ساعت بود. یعنی که مشکلات با سوزشواری نیست. روزی من امور دیدم در سال 2025 شرکت تیسل در 3 میلیون لیتر دیزل برای استفاده یعنی که برای استفاده شبکه‌اش تامین کرده بود. برای بعضی جاهای یعنی بعضی جزیره‌هایی که مثال برق در اونجا ممکن سر وقت جلو نشود و ما با شما هم فکر هستم چون ما امور نگاهش داریم اموری که برای ما میگوید بعد از خاموش شدن برق چند قدر وقت استفاده میشود که همون دیگر جنراتور گریم شود.
این یک مسئله لوجستیکی است، یعنی که مشکل در سوژوری نیست، مشکل در تامین نور نیست، مشکل در همین سیستمایی که ما خبردار میکنند که کدام بعضا از کار مانده است. این یک مسئله لوجستیکی است. با تکرار میکنم ما با شبکه برق و دستگیری خدمات کوشش میکنیم که یک نقشه صحیح باشد که همین تامین برق در نایه‌ها در کدام سطح است. از با ما نقشه کار میکنیم، لیکن در این فرودی همون مسئله رو دیده برای بچه. شماره پیوست مشتریان علاقه موبیلی در طول سال فقط شماره فعال از 4.9 میلیون سال گذشته امسال با 5.9 میلیون رسید. یعنی این نشاندهی رکوردی است در طول مثلا از سال 2001 تا 2025 در 25 سالی که فعالیت شرکت‌های موبیلی برای مانده شدگی است. این اولین مرتبه است که در یک سال حجم استفاده برنده ما از 1 میلیون زیاد میشود. یک بار. خیلی در رابطه با حجم استفاده ترافیک گفته داشتم. من امورهایی هستند که همین هم تأثیر کننده با سطح صفر میباشند. با همین خاطر بار دیگر با همه شما به جهت اشتراک و همکاری با خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری کردستان و پیگیری همه‌جانبه از فعالیت ساختار ما و همه شما اظهار منتداری و تشکر میگویم. خدمات علاقه همیشه آماده است که در همکاری با شما چی سوال و چی کمبودی است ایستار نمایم و آماده کل رای همکاری هستیم. تشکر زیاد. سلامت باشید.